خب دوستان عزیز، فصل پنجم و انیمیشن سازی و قدرت این نرم افزار دقیقا همینجاست که تمرین قبلی که ما به قول معروف براتون گذاشتیم رو میخوایم بریم تو قسمت تولز و اینجا انیمیشن رو انتخاب کنیم. خب اینجا گزینه فریم رو داریم، گزینه دیلیت رو داریم، یه گزینه داریم که بین فریم ها میتونیم بازی کنیم، عقب جلو و پلی و سرعت داریم. چیز خاصی نداره، خیلی ساده است، خیلی ساده است. من میخوام شماره 3 رو تکون بدم بیارم جلو. ابتدا شماره 3 رو میارم اینجا، یک فریم میام جلوتر. میتونم شماره 2 رو هم بیارم همزمان با هم و شماره 4 رو یه دونه فریم میرم جلو. حالا پلی میکنم، نگاه کنید. حالا چرا 3 حرکت نکرد؟ پس من فریم ها رو پاک میکنم. 3 رو میزنم دوباره همینجا. میخوام تو شروع کار 3 بره جلو، پس من یه دونه فریم میرم جلو. حالا 3 رو میبرم، یه فریم میرم جلو. حالا اون سه تا عزیز رو دوباره میارم جلو. توپ رو فعلا کاری ندارم، اون مبحثش جدا. یه فریم میرم جلو. حالا نگاه کن، اول 3 میاد بعد اون سه تا با هم، به همین سادگی. حالا دقیقا اینجا میخوام که بازشن از هم دیگه. یه فریم میرم جلو، حالا پلی میکنم، پس یک میاد، سه تا میان، باز میشه. اوکی. حالا میخوام که این شماره 12 9 اینا جمع بشن. یک فریم بریم جلو. حالا میخوام تا آخر باز بشن توی عرض. یه فریم اینجا، حالا پلی میکنیم. بعد این خط زردی که کانکتور کانکت بودن که اینجا خیلی قشنگ دیده میشه. حالا پلی کنم، میاد، 3 میاد، باز میشن، جمع میشن، باز میشن. به همین سادگی ما این کار رو انجام دادیم. حالا شما میتونید هرچی ابزار اینجا هست رو تکون بدید. حالا اینجا ما توپ رو داشتیم، اینا خودش یک نکته داره. من میخوام اینا رو پاک کنم، بیام از اول دوباره بهتون توضیح بدم که کار به چه صورت. خب الان اوکی. الان من میخوام توپ رو فقط تکون بدم و نسبت به توپ اینا هم جا به جاشن. حالا من 4 میذارم اینجا که توپ داشته باشه، اینا هم بیان اینجا. تقریبا به این صورت شیفت داشته باشن اینجا. خب من یه فریم میرم جلو که این حالت هم سیو بمونه. حالا از شماره 4 زدن، از شماره 4 پاس رو میدم به شماره 5. اینجا میگه توپ بلند یا کوتاه، ما همین کوتاه رو میکنم. یه فریم میرم جلوتر. حالا اینا رو یه خورده مایل میکنم به این توپ. یک فریم میرم جلوتر. حالا شماره 5 پاس بلند انتخاب میکنم، به این صورت بلند رو میزنم. یه فریم میرم جلو. حالا اینجا رفتار اینا رو عوض میکنم که بیان این ور شیفشن. یه فریم میرم. حالا یه پلی میکنم، نگاه کنید، میاد پاس بلند، اینا جمع میشن میاد. حالا پاس بلند پاس کوتاه کجا مشخص میشه؟ توی قسمت تیریدیمون که حالا یه گریزی میزنیم بهش، ولی کلا اون قسمت رو میخوام جداگونه بهتون توضیح بدم تو همین بحث انیمیشن که توی منو هستش، تو قسمت تیریدی. الان ما همین تمرین رو اینجا داریم. مثل فصل قبل که بهتون گفته بودم دو تا بازیکن هایلایت هم داریم. این هم فضای کارمونه و ما میتونیم اینجا تو همین قسمت هم پلی کنیم. یه بار پلی کنیم چی درست کردیم. پاس میرسه، شیفت میشن، پاس بلند، اینجا پاس بلند مشخص شد.
حالا همین اولش نگاه کنید، اگه میخوام قشنگ در بیاریم این توپ رو نگاه کنید، این توپ اول اینجاه با خیلی مصنوعیه، نگاه کنید چجوری میزنه، ولی دومی درسته زیر پاش. برای اینکه این کار بقیرا این باگ رو اوکی کنیم میبندیم، میایم تو همینجا، میایم تو قسمت تولز، میایم تو فریم اول، این توپ رو این دوستان این توپ رو باید قشنگ بچسبونید به اون بازیکنون. حالا من میخوام حمله توپ هم داشته باشم، میام اینا رو پاک میکنم که از اول بریم که همه این داستان ها مشخص بشه. من میخوام این شماره پاس بدم از 3 بره به 5 و 5 بده به 4 و حمله توپ کنه بره اون ور. اصلا این حمله توپ رو چجوری من میخوام ایجاد کنم اینجا؟ اینم ساده است، میریم توی قسمت انیمیشن، یه فریم انتخاب میکنیم، 3 پاسو میده به 5، این لحظه 4 هم پس حرکت میکنه. اگه میخواید یک همچین فریمی درست کنید که همزمان با توپ بازیکن بره، باید همچین کاری کنید. یک بار نگاه کنید، میده میره. خب اینجا هم یک فرصتی بدیم که این بنده خدا هم یه ذره شیفت کنه و شماره 5 هم پاسو بده سمت 4. حالا پلی میکنم، 1 شیفت میشن، پاسو میگیرن. حالا میخوام اون بازیکن با توپ حرکت کنه، اوکی کاری نداره. ابتدا توپو میبرم و بازیکنم تو همین مسیر میچسبونم بهش، یعنی تو بعد بچسبه بهش. میرم میده شیفت میشه، میده 4 همزمان با تو میره اونور، به همین سادگی و این کار انجام میشه. حالا همین تمرین رو میخوام که اون خطی که مثلا بازیکن طی میکنه رو بهتون نشون میدم. میریم توی قضیه منو تولز، میریم تو ادیت، تو افکت، میخوام این شماره 4 رو نشون بدم که با توپ حرکت کرده، یه خطی بنازم پشت سرش. گزینه تریال انتخاب میکنم، اد میزنم، شماره 4 رو میارم داخل. اینجا زمانی که اون دنباله که پشت بازیکن هستش رو نشون میده، چقدر میخواد بمونه. حالا من یه ذره کوچیک‌ترش میکنم، خطمونم زرد میندازم. شما حالا وقتی اینو اوکی کنید ببینید چه اتفاقی میفته. من میرم تو انیمیشن، یه پلی میکنم، نگاه کنید اون خط چیز جالبیه، میتونه همه داشته باشه. حالا میخوایم جذاب ترش کنیم، مثلا نشون بدیم با هم دیگه، میخوایم که این 3 تا بازیکن هم ببریم اونور، 3 و 2 و 5. پس من 3 رو میبرم اینور، 2 رو هم میبرم اینور و گزینه شماره 5. حالا دوباره میرم تو ادیت، البته من اینو نکس نزدم، افکت، چه شماره‌ای بود؟ 5 2 3. گزینه های 5 2 و 3. رنگ هر ستاشون هم سفید. پس من میام تو انیمیشن، یه بار دیگه از اول پلی میکنم، زرد میره، حمله توپ میکنه. حالا اون 3 تا بازیکن باید برن اونور. این تو بحث انیمیشنمون و یه قسمت خیلی مهم داره. حالا با توپ چجوری زیگزاگ بریم، این یه خورده به قول معروف فن کاره. بریم از قسمت منو یه بار دیگه کلا این رو من سیف کنم، حالا داشته باشم. حالا بریم تو قسمت منو، یه نیو پروژکت باز کنیم، از اول همه چی رو بریم یه بار دیگه سریع یه زمین انتخاب کنیم. حالا من میخوام که یه تامین گرم کردن بذارم، تولز رو میزنم، آیتمز رو میزنم، نیزر انتخاب میکنم میارم، نیزر میخوام که رنگش زرد باشه، 2 تا بزرگش میکنم و 1 چرخش نه. خب میخوام از این 4 تا درست کنم. بریم یه تمرین بذاریم که زیگزاگ داشته باشه.
به این صورت. یه بازیکن رو میاریم داخل، میایم تول، یه دروازه هم انتخاب میکنیم میذاریم اینجا، یه توپ هم به این بازیکن میدیم، این هم توپ رو بچسبونید به بازیکن چون میخوام قرار حمله توپ کنیم و زیگزاگ. حالا چجوری زیگزاگ بریم؟ میایم تو انیمیشن، ابتدا باید یک فریم بریم جلو، الان یک فریم رفت جلو. حالا میایم تو ادیت، این گزینه رو انتخاب میکنیم که هر جا که میخوایم خط بکشیم میاریم روی توپ و خط میکشیم زیگزاگ به این صورت. بلا فاصله میریم رو بازیکن و رو بازیکن هم خط میکشیم. حالا من یه خورده مثبتم خوب نیست، اینجا میکشیم. حالا میایم تو انیمیشن، یک فریم میریم جلوتر، نگاه کنید با هم اومدن جلو. حالا یه پلی میکنم، نگاه کنید با همون فرمتی که گفتم بازیکن رفته جلو و کار رو انجام داده. حالا میخوام تهش هم یک شوتی به دروازه بزنم، مثلا اینجا تو میفرستم اینجا و یه فریم میرم جلوتر. حالا یه پلی کنم، نکن. خب اینجا چه مشکلی ایجاد شد؟ یه فریم برم برگردم، یه فریم پاپ کنم، خب یه پلی بگیرم. خب اون خطه مثل اینه که مشکل ایجاد کرد، خط صافه نباید ایجاد میشد، بعد برمیگشتم عقب. حالا من یه بار دیگه پاک کنم. خب پس ابتدا یک فریم بریم جلو، بریم تو ادیت، این خط چینه، من این زیگزاگ رو بزنم. خب یه بارم رو بازیکن ایجاد کنم این خط رو، این تا اینجای کار. میرم تو انیمیشن، یه فریم میرم جلو، حالا پلی میکنم. خب این زیگزاگ اون ایجاد شد. حالا میام تو ادیت، این گزینه رو ور میدارم، حالا توپو شوت میزنم. میرم تو انیمیشن، یه فریم میرم جلوتر، حالا پلی میکنم. بازم نشد. یک بار دیگه من این گزینه انتخاب کنم، برم اول انیمیشن، یه ادیت برم جلو، انیمیشن، یه فریم برم جلوتر، یه پلی کنم، این زیگزاگ در اومد. بریم شوته چرا در نمیاد؟ خب اینجا یه فریم دیگه میخوام برم جلو، ببینم میشه همچین چیزی. میام تو ادیتم و اینجا، خب این گزینه خط رو بردارم. خب زیگزاگ، میام اینجا و شوت میزنم. اوکی درست شد. خب این هم یه گزینه حمله توپ. حالا میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم، بریم توی منو یه نکس بزنیم، یه کار میخوام گزینه افکت بعدی رو بهتون توضیح بدم تو قسمت انیمیشن. من یه فرمیشن 352 دارم. خب دوستان اینجا یه چیز جالبی داره توی قسمت افکت که ورنو یا اسمشو نمیدونم حالا هر چیه، اینجا بازیکنان رو اد میکنید. یه رنگ هم حالا بهش میدی، رنگ زرد، حالا اوکی میکنم. اینجا اکتیوش یادم رفت، دکمه اکتیو میزنید و حالا نگاه کنید به این صورت این فضا رو به ما میده.
یک شکل جالب قشنگی. حالا تو انیمیشن ما میریم و یه حالت شیفت میخوام، مثلا تو آموزش خیلی چیز جالبیه، یه حالت شیفت میخوام داشته باشیم به این صورت. جمشن یه فریم بریم بالاتر، حالا شیفشن به این سمت. حالا من یه پلی میکنم، یه چیز جذابیه. حالا به چه کاری میاد؟ حالا من یه دونه دیگه میخوام درست کنم، فقط میخوام فضایی که یک بازیکن میخواد ایجاد کنه رو بهتون بگم. اینا رو بریم عقب، پاک کنم دونه دونه واسهتون. اوکی، من میخوام شماره 8 7 و 6 یعنی سه تا وسط هامون رو، اینا رو فقط اون فضایی که دارن رو ایجاد کنم واسهشون. میام تو قسمت منو، تولز، ادیت و افکت، 6 7 8 میام اینجا اینو پاک میکنم و 6 7 8 رو فقط میارم داخل. 6 7 و 8 رو میارم داخل، رنگ سفید سری بهش میدم و حالا نگاه کنید فقط این سه تا گزینمون رو سلکت کردم که میخوام این رفتار این سه تا رو ببینم، اون فضایی که حالا دارم تو انیمیشن میارم. حالا یه شیفت رو میخوام ایجاد کنیم، متمرکز میشم به اینجا. اینم از آخرین قسمت افکتمون. پس 4 تا قسمت افکت رو ما کار کردیم. حالا همینجا میتونیم هم هایلایت رو دوباره بهتون بگیم، هم بحث اون کانکتورها روش. این قسمت انیمیشنمون کامل دیگه چیز خاصی نداره و حالا اگه مطلبمون توی اون کانالمون با هم دیگه به اشتراک میذاریم و توضیح میدیم. مرسی که تا اینجا کار با ما بودید.